خبری به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی طلب اوکراین را در دونتسک با کفکوبی و پرافشانی پرچم روسیه استقبال کردند. سخنرانی ولادیمیر پوتین را در اینجا با بلندگویک ها پخش نمودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد این خبر جلسه فوری شورای امنیت ملی اوکراین را دعوت کرد و ضمن سخنرانی تلویزیونی گفت کیف عملکرد روسیه را نقض یکپارچگی و صاحب اختیاری کشور می‌داند. اعتراف مستقلیت دنتسک و لوگانسک منطقه‌های تحت نظارت جدای خواهان به معنای بیرون شدن یکجانبه روسیه از سازشنامه مینسک و نادیده گرفتن قرارهای فرمت نورماند است. این عمل تمام تلاش‌ها برای دستیابی به صلح را زیر خطر می‌گذارد و کوشش‌های فعلی برای گفت و شنید را از بین می‌برد. با تصمیم غیر قابل قبول روسیه حضور نیروهای خود را که عملاً از سال 2014 در دونباس اشغال شده قرار دارد قانونی کرد. زلنسکی افزود که وضع را با پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون و صدر اعظم آلمان اولاف شولز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بررسی کرده خواستار برگزاری جلسه های اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا شده است. کشورهای غرب قرار روسیه درباره دونتسک و لوگانسک را محکوم کردند. سران کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، بریتانیا، ژاپن، آمریکا و کشورهای دیگر در این باره اظهارات دادند. جو بایدن قرار را امضا کرد که تجارت با دو جمهوری خودخوانده و اعتراف نشده را منع می‌کند. نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل متحد لیندا توماس گرینفیلد در نشست اضطراری شورای امنیت گفت پوتین اعلام کرد که تصمیم دارد نیروهای خود را به این منطقه ارسال کند. او آنها را پاسداران صلح مینامد. این کاملا دروغ است. ما میدانیم که در اصل آنها کی‌هایند. با این عمل خود وی جهان را در برابر انتخاب قرار داد. ما باید این مشکل را نادیده نگیریم. ولادیمیر نبنزیا نماینده رسمی روسیه در سازمان ملل متحد اظهار داشت که درهای مسکو برای حل مسئله از راه دیپلماتی باز است. میخواستم از همکارانم از کشورهای غربی دعوت کنم احساس را یکسو گذارند و وضع را بدتر نکنند. هیچ کس به جز از شما نمیتواند نقشه جنگجویانه کیف را باز دارد و آن را مجبور کند که تیراندازی و اغواگری علیه جمهوری های لوهانسک و دونتسک را بس کند. امریکا، کانادا، بریتانیای کبیر از حال و از نقشه جاری کردن تحریم علیه روسیه برای اعتراف استقلالیت دونتسک و لوهانسک را اعلام کردند. با جانبداری از مسکو، پرزیدنت های سوریه بشار اسد، نیکاراگوا و یمن صدا بلند نمودند.